درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 61. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب هفتم، باب 4. پس از این گشتاسپ قوه‌های محافظ پرقوت پارس‌ها را در قلعه‌ها گذاشته به قفا حرکت نمود و همراهش به غیر از سربازان خودش اینچنین سواره ها و پیلتست های سیرشماری فریگیه را هم گرفت. در نوبت خود کروش ادوسی را وظیفه‌دار کرد تا که او همراهی گشتاسپ بعدی با هم پیوست شوی قوه هایشان تنها آن فریگیان را از سلاح محروم نکنند که به طرف پارس ها می گذرند و آنها را با خود گیرند و آنهایی که قصد ادامه جنگ را دارند اسبها و اسلحه اشان را گرفته به همه اشان امر دهند که تنها با فلخمانشان از پی لشکر روان شود. ادوسی و گشتاسپ چنین رفتار کردند. کروش به زودی از سردیس به محاربه برآمده در آنجا یک قوه کلان محافظان پیاده‌گردان را باقی ماند و با خود کریس و گنجهای گوناگون را که به فایتونهای زیاد بار کرده بود گرفت. هنگامی به راه برآمدنشان به نزد او کریس با روی خط انیق همه اشیایی که در هر یک فایتون وجود داشت آمد و این روی خط را به کروش داده گفت: کروش، با این روی خط خواهی فهمید که کدام شخص آن چیزی را که در فایتونش میبرد به تو بی نقصان برمیگرداند و کدام آنها نه. هوشیاری تو کریس، گفت کروش، سزاواری هر گونه تعریف است، اما گنجهایم را آنهایی میبرند که آنها حقوق بردن آن را دارند. بنابراین اگر چیزی را دزدند از حساب خودشان می دزدند. او با این سخنها روی خطها را به دوستانش و راهبران گروه های جنگی سپرد تا معین کرده توانند که کدام از راهبران آنها مال و ملک را بی نقصان به آنها برمی گردانند و کدامشان نه. او همراه خود اینچنین شماره زیادی لیدیگی ها را گرفت و سلاح ها را به آنهای اجازت داد که در سیرت ایشان شوق و هوسی مغرورانه با لباس های زریحدار زیبا، اسب‌های و فایتون‌های جنگی و سعی و تلاش ها برای به اجرا رساندن هر گونه کارهای پسندی او را میدید. اگر در سیرت آنهای پی می برد که خواهش پیروی به کارهای او را ندارند،
از دست ایشان اسبها را گرفته به پارس ها می داد که آنها اولین شده همراهی او به محاربه حربی می رفتند و اسلحه آنها را به کام آتش پرداخت. وی این لیدیگی ها را هم مجبور کرد که همگی با یک فلخمان از پی قوه های حربی روند. در مجموع او همه آدمان زیر قدرت او و از سلاح محروم شده را مجبور می کرد که از فلخمان پرتاب کردن سنگ را مشق کنند و بر این باور بود که این نوع سلاح بیشتر به غلامان موافق است، چون که در یک جایگی با دیگر جنگاوران عمل کرده فلخمانگران اکثرا فایده نظررس می آوردند، اما مستقلانه حتی در یک جایگی آنها نمی توانستند به یک گروه خرد جنگی جنگاوران که بر ضد آنها با سلاح برای جنگی تن به تن می آیند تاب آورند. با راه بابل حرکت کرده کوروش فریگیان را که در فریگیای بزرگ زندگی می کردند و این چنین کپاداکیان را نیز ضبط کرده عربها را به اطاعت حکمرانی خیش درآورد. از حساب غنیمت هایی که از این خلق ها گرفته شده بود، او شماری سواره های فارس را به 40,000 رساند. این چنین به همه همپیمانهایش اسبهای زیادی را که از اسیران گرفته بودند تقسیم کرد. با شماره زیادی سواره ها، تعداد بزرگی کمانبران و نیزه پرتایان و شماره بیشماری فلخمانگران به بابل نزدیک شد. کتاب هفتم، باب 5. به بابل نزدیک شدند. کوروش تمام لشکرش را از گرد و اطرافش جایگیر کرد و سپس خودش با همراهی دوستان و پیشوایان همپیمانهایش در اطراف شهر دور زدند. وی دیوارها را از نظر گذرانده الکی برای از شهر برآوردن لشکر تیاری می دید که ناگهان یک فراری پیدا شده خبر داد که دشمنان برابری بیرون ساختن قوه های حربیش به او حمله کردنی هستند. وقتی که آنها از بالای دیوارها نگاه می کنند، شهرداد فراری فلنگه او به نظر آنها خیلی ضعیف می نماید. چیز تعجب آور به نظر نمی رسید که آنها چنین اندیشه می کردند، زیرا قد دیواری دراز جایگیر شده فلنگه کوروش از روی ضرورت عمق صف نظامی سربازانش را باید تا چند قطار کم می کرد. پس از شنیدن این خبر کوروش با همراهانش در میانه لشکر ایستاده فرمان داد که از هر یک قسم آخری لشکر هاپلیت‌ها کنارهای فلنگ را به عقب گردانند و به طرف قسم بی حرکت ایستاده لشکر حرکت کنند تا دمی که هر یک قنات آن در مقابل او کوروش و مرکز قوه های حربی قرار گیرد. همین که ایشان به اجرای این کار شروع کردند، جنگاورانی که به حرکت می ایستادند در حال الهام گرفتند، زیرا عمق صف نظامیشان دوچند زیاد شد
و آنهایی که حرکت گردش را اجرا می کردند نیز شاد می شدند، زیرا اکنون بر عوض آنها جنگاورانی که در جای خود راست می ایستادند رو بر روی دشمن قرار می گرفتند. پس از آن که جنگاوران به سوی همدیگر حرکت کرده کناری فلنگ را محکم کردند، باز ایستادند و خود را بیشتر دلپر حس کردند. آنهایی که به عقب رفتند به شرافت آنهایی که در پیش بودند و آنهایی که در پیش ایستاده بودند به شرافت آنهایی که از عقب آمده بودند باریده روح گشتند. هنگامی که کنارهای فلنگ چنین به ترتیب درآورده شدند، جنگاورانی با تجربه از روی ضرورت در قطارهای یکم و آخر قرار گرفتند، در حالی که جنگاورانی بدترین در مابین آنها ماندند. روشن است که این گونه صف آرایی هم برای برگزار نمودن جنگ و هم برای پیشگیری فرار به طور بهترین مطابق کرده شده بود. بغیر از این، جنگاوران سواره و گیمنیت ها باز هم قریبتر به سوی سرلشکر تا اندازه نزدیک می شدند که هنگامی دوچند زیاد کردن صفهایش فلنگ کوتاه‌تر می شد. وقتی که جنگاوران همین طور صفهای خود را آراسته مستحکم کردند، اول قدم به قدم عقب نشینی کردند تا دمی که تیرهایی به سویشان از بالای دیوار انداخته به آنها نرسند و سپس بعد از آن که از مسافه دسترسی تیرها دور رفتند به سوی دشمن پشت گردانیده حرکتشان را دوام دادند. در عین حال در ابتدا هر دفعه بعد چند قدم گذاشتن به طرف چپ تاب می‌خوردند و همین طور رو بر روی دیوار شهر قرار گرفتند. اما هر قدر دورتر می رفتند همان قدر به طرف چپ تاب خوردن آنها کمتر می شد و هنگامی که به جای بی خطر رسیدند ره پیماییشان را تا رسیدن به خیمه ها بی فاصله ادامه دادند. وقتی که جنگاوران در اردوگاه قرار گرفتند، کوروش همه راهبران آنها را دعوت کرده گفت: یاران دلاور، ما شهر دشمن را با گرد و اطرافش از نظر گذراندیم. من اقرار می شوم که نمیدانم با کدام راه این گونه دیوارهای خیلی استوار و بلند را با هجوم گرفتن ممکن است. اما از بس که در شهر آدمان زیادند، به فکرم آنها را با گرسنگی مغلوب کردن آسان تر است، به شرطی که اگر آنها حیاتشان را به خطر گذاشته به جنگ نبرایند. از این رو من فکر می کنم اگر شما یگان راه دیگری را پیشنهاد کردن نتوانید، شهر را از طریق چنین محاصره باید گرفت. پس خریسند پرسید: مگر همین دریا که پهنایی آن بیش از 2 استادیه است از مابین شهر جاری نمی شود؟ درست است. قسم به نام زیوس، جواب داد گابری، اما عمق آن چنان است که اگر کسی به بالای کتف دیگری براید در آن صورت هم در بالای آب پیدا نمی شود. پس شهر با این دریا نسبت به دیوارها باز هم مستحکم تر خواهد بود. بیا خریسند
با آن چیزی که از قدرت ما فراختر است کاردار نباشیم، گفت کروش. بهترش هرچی تیزتر برای هر یک گروه قطعه را چین کرده زهبور کاویم که آن حد امکان وسیعتر و چقورتر باشد تا که برای پاسبانی اردوگاه شماره هرچی کمتری آدمان تقاضا کرده شود. اینک قطعه ها را قد تمام دیوار چین کرده و مکانی را برای افراختن مناره های کلان باقی مانده فرمود که در دو سمت دیوار زهبور عظیم کافتند و خاک زمین آن را به طرف خود کلند زده. در مد اول کروش در کنار دریا به ساختن مناره ها آغاز نموده آنها را به پایه تنه خرما که درازی آن نه کمتر از 1 پلیتر بود استوار کرد. عموما این درختان هم درازتر بوده می توانند که تحت فشار وزنینی آنها مثل خرهای بارکش به بالا خم می شود. کروش این درختان را چون ته کرسی برای آن گذاشت که گویا به محاصره دور و دراز آمادگی می بیند تا که دریا اگر به جویبار روان شود این مناره ها را ویران نکند. وی این چنین به ساختن مناره های زیاد دیگر در بالای تپه گیلین شروع کرد تا که قلعه های بیشتری پاسبانی داشته باشد. با همین گونه آمادگی ها قوه های حربی کروش مشغول بودند. دشمنانی که در قلعه نشسته بودند این نوع محاصره را استهزا می نمودند زیرا که آنها ذخیره زیاده از 20 ساله داشتند. از این خبر یافته کروش لشکر خود را به 12 قسم تقسیم کرد تا که هر یک قسم آن سال 1 ماه پاسبانی کنند. با شنیدن این خبر بابوری ها باز هم بیشتر خندیدند و تصور کردند که چگونه آنها را فریگی ها، لیدیگی ها، عرب ها و کپاداکی ها محافظت می کنند در حالی که به اندیشه آنها همه اشان نسبت به پارس ها به آنها حسن توجهی بیشتر داشتند. شما گفتار 61 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.